شروع شد. بیام. سلام، خوش اومدیم به سومین قسمت از کلاس فرانسه با من. ما توی دو قسمت قبلی با هم دیگه حروف الفبا رو یاد گرفتیم و اینکه یاد گرفتیم یه سری از حرفا کنار هم دیگه بیان چجوری تلفظ میشن و امیدوارم که خوب خونده باشین و حفظشون کرده باشین، چون که ما امروز میخوایم با هم دیگه یه سری نکات جدید رو یاد بگیریم. حالا اولین نکته‌ای که میخوایم یاد بگیریم کنسون ها و وایل ها هستن. این هم مربوط بازم به همون الفباه، به خاطر اینکه ما باید توی حروف الفابت کنسون ها و وایل ها رو مشخص کنیم. کنسون ها حروف در واقع بی صدای زبان فرانسه است، مثل ب، د، ک یا ژ، هر کدوم از اینا. و وایل ها حروف صدادار مثل ا، او، او، ای، ا، اینا حروف صدا دارن. پس اونایی که همشون در واقع همون واول توی انگلیسی هستن مثل ا، او، ای، او، اینا وایله، مابقیشون همه کنسونه. خب برسیم به نکته های اینجا. اولین حرفی که من نوشتم حرف ا هستش. یادتونه دیگه من توی حروف الفبا بهتون گفتم این رو ا تلفظ میکنیم، یه ذره سوسول طوریه ا. پس ما هیچ جا صدای ا رو از این حرف نداریم مگر اینکه یکی از این علامت هایی که روش قرار گرفتن، که به این علامت ها توی زبان فرانسه ما میگیم اکسان، روش قرار بگیره. در این صورت ما صدای ا داریم. پس اینا هر چهار تایشون صدای ا میدن. و یک نکته دیگه ای که هست اینه که ما بعد از اون دو تا کنسون یا دو تا حرف بی صدا داشته باشیم. حالا این دو تا کنسون ها فرق نمیکنه، میتونه هم مثلا اس و پ باشه، میتونه اق و اس باشه، میتونه ت و د باشه، میتونه دو تا کنسون یه جور مثلا اس و اس باشه. در این صورت بازم ما صدای ا داریم. دومیش حرف س هستش که من بهتون گفتم فقط کنار ا و ای و ایگرگ صدای س میده، ما بقیه جاها صدای ک میده. حالا ما یه جاهایی توی زبان فرانسه داریم که فرانسوی‌ها دوست دارن اونجا صدای س بده، دوست ندارن صدای ک بده. در این صورت میان چیکار میکنن؟ میان یه دونه اس کوچولو پایین این سهشون مینویسن. میبینین؟ مثلا این خونده نمیشه کو، خونده میشه سو، به خاطر اون اس کوچولویی که هست. اینم همینطور، اینم خونده میشه س، خونده نمیشه ک. در صورتی که اگر این اس کوچولو پایینش نباشه این خونده میشه ک. و آخرین نکتهمون این ترکیب حرفی ت ای او ان هستش که ما توی زبان انگلیسی خیلی داریمش و بهش میگیم شن. توی زبان فرانسه این خونده میشه سیون. چرا؟ چون که آخرش همون او انیو داره که من توی جلسه قبلی بهتون گفتم جزو حروف نزله و ته حلق و توی بینی تلفظ میشه. سیون. پس کسایی که انگلیسی بلدن، من این خبر خوبو براشون دارم که همه اسامی که شما، حالا همشون نه، 3 تا استثنا هم داره که اونا رو بعداً بهشون رسیدگی میکنیم، 99% اسامی که توی زبان انگلیسی آخرشون شن داره، مثل همون اینفورمیشن که جلسه پیش براتون مثال زدم، توی زبان فرانسه همون معنی رو میده، فقط تلفظشون فرق داره. فقط باید بدونین که این شن آخرشون سیون تلفظ میشه.